باشون بسا واقعا این اعتقادش از ما سلب نباید بشه. میدونه اسلام درسته ولی میگه این تبیین شما نمیتونه این حل کنه. الان من مشکلم اینه دیگه، آقا این علم نخه اون چنین نمیدونم اون یکی اونقدر پولا خرجش میشه. شما سالانه برای بعضی چیزا چقدر خرج میکنید پولا؟ همین تو ایام عاشورا نگاه کنید چقدر پولها خرج میشه، بازده فرهنگیش چقدره. هیچی 4 تا گریه میکنن جاده بابجان واقعا این نیست همش. خب چرا این که درست نیست آیه نگه داشتن ارزش عاشورا یه توضیح بعد شما اینو بدید. آقای حبیبی نه اجازه فرمایید این توضیح آقای اتفاقا ورود نمیکنه ولی آقا شما توضیح بدید. باز بکنید بذارید بذارید. من نمیخوام بگم که هیچ فایده نداره. نه اتفاقا شما من میگم یک جایی شما یک ببینید این که کلا در عرصه نه شما با یه عبارت کل مبانی آقای اجازه فرمایید شما فرمایشاتی که در حوزه مذهب انجام میدید به اصطلاح بعضیش درست